Sevgili arkadaşlar merhaba، من مژگانم و به کانال یوتیوب مژ خوش اومدید. امروز همونطور که تو قسمت کامیونیتی کانال مژش رو داده بودم اومدم بهتون یه سریال معرفی کنم و این سریالی نیست جز یابانی یا همون وحشی. سریال یابانی با بازی هالیت اوزگورساره و سیمای بارلاس محصول سال 2023 یعنی همین امسال که تا همین الانی که من دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم فکر کنم حدود 15 قسمتش اومده باشه که من خودم البته شاید 16 قسمت 16 قسمتش اومده و من خودم 13 قسمتش رو دیدم. بچه الان با هم دیگه میریم قسمت اول سریال رو مرور میکنیم. من توی تقریبا 4-5 دقیقه قسمت اولش رو براتون جمع کردم که هم بهتون معرفی بشه سریال، هم با کاراکتراش آشنا بشید و هم موضوعش براتون روشن بشه. و به نظر من قبل از اینکه بریم حالا سراغ اون ویدیویی که براتون درست کردم و توضیحات قبل از اینکه بریم سراغ توضیحات سریال بهتون یه چیزی بگم. این سریال از اون دسته سریال هست که همه چی زود برملا میشه. یعنی طبیعتا ما هر سریالی که نگاه میکنیم یه سری راز و یه سری موضوعاتی توش هست که حالا تا انتهای سریال قراره اون رازا فاش بشه، مخصوصا سریال های ترکی. و حالا میان این سریال انقدر کش میدن نسبت به بیننده‌ای که داشته باشه، اگه ریتینگ بالایی داشته باشه این سریال کش میدن تا این موضوع شفاف شه برای بیننده. طبیعتا اگه ریتینگش پایین باشه زود جمعش میکنن و سریال رو تمام میکنن. بحث ریتینگ هم بچه‌ها ویدیوشو گذاشتم قبلا داخل کانال، اگه خواستید برید نگاه کنید که ریتینگ چیه، چجوری حساب میشه. این سریال از اون سریال هست که مثلا همه چی خیلی کش پیدا نمیکنه. یه موضوع تقریبا مثلا توی یه قسمت 2 قسمت برای بیننده روشن میشه و من به خاطر همین ویژگی سریال بود که تا الان یعنی تا قسمت 12-13 نگاش کردم. و از اون سریالایی که حالا من تا قسمتی که من دیدم، میدونید که سریال ها هرچی جلو میرن متاسفانه از جذابیتشون کاسته میشه، ولی تا جایی که من دیدم از ایناست که دوست داری مثلا همین آخره قسمت میرسه دوست داری قسمت بعدی رو پلی کنی. از اون دست سریال هست و واقعیتاش زود برملا میشه. مجبور نیستی 6 قسمت 2 ساعت و نیمه نگاه کنی تا حالا یه چیزی مثلا روشن بشه. نه، همچین چیزی نیست و به نظرم نقطه مثبت این سریال همینه. حالا بریم که داشته باشیم سریال رو. داستان سریال راجع به پسری به اسم یامانه که از وقتی چشم باز کرده خودش رو تو کوچه خیابونا بدون پدر و مادر دیده و الانم شغلش جمع کردن بازیافته و از این راه خرج خودش رو 3 تا دیگه از دوستاش که خودش اونا رو داداشا و خواهر خودش میدونه و از بچگی با هم تو خیابونا بزرگ شدن و حالا با هم توی یه خونه‌ای که تقریبا میشه گفت دخمه است زندگی میکنن با هم، ولی اینا خیلی خوشحالن و همدیگر رو خیلی دوست دارن. حالا بیایم سمت پولدارا. این خانواده سویسالان هستش که نسلیهان 3 تا بچه داره. آلاز و چالا با هم دیگه دوقلوان و اجه بچه کوچیک است که ناراحتی قلبی داره. نسلیهان یه پسر دیگه هم به اسم علی داشته که علی از همه اینا بزرگتر بوده و نسلیهان تو بچگی علی رو گم کرده توی پارک، ولی انقدر این بچه رو دوست داشته که هر سال براش جشن تولدش رو میگیره، انقدر به فکرشه که از بچه‌های دیگه‌ش اصلا غافل شده. خب تا اینجاش که نگاه کردید به نظرتون چه حدسایی میزنید؟ خیلی دوست دارم بدونم، به خاطر اینکه من خودم قسمت اولو که دیدم تقریبا از اون سریالا بود برام که اول سریال آخرش مشخصه، جوری نیست که خیلی بخواد مجهول باشه سریال. ولی باز شما نظراتون رو برام بنویسید که همین من توضیحاتو دادم چیا تو ذهنتون اومد. حالا بریم سراغ ادامه توضیحات. خب حالا که کاراکترها رو کم و بیش شناختیم بریم سراغ یه خلاصه ای از این داستان. یه روزی که این بچه پولدارا توی مهمونی بودن، یعنی آلاز و چالا به همراه رویا که دوست خانوادگیشونه مهمونی بودن، در حال خروج از مهمونی آلاز یه مواد مخدری مصرف میکنه و کلا از خودش بیخود میشه و انقدی تند رانندگی میکنه که رویا که کنارش نشسته بود و باعث میشه حالت تهوع بگیره، حالش به هم بخوره، یه جای دخمه میبردش که از قضا اون جایی که ماشین رو نگه میداره و رویا میره بالا میاره همون جایی که اون یامان زندگی میکنه و بازیافتاشو جمع میکنه و این اولین جاییه که این بچه پولدارا و بچه فقیره همدیگه رو ملاقات میکنن و داستان شروع میشه. وقتی که به اینجا میرسه یامان
سعی میکنه که آلاز رو کنترل کنه و توی محل آخه داشته لخت میشده و داشته داستان درست میکرده. سعی میکنه کنترلش کنه و ببردش بذارتش داخل ماشین که رویا میگه من رانندگی بلد نیستم، از اون ورم نمیتونم اینو ببرم داخل خونهشون، بیا با من هم رانندگی کن همین که آلاز رو بذاریم توی خونهشون. وقتی که یامان آلاز رو میذاره خونهشون، نسلیهان که مادر آلاز هستش میاد برای قدردانی یه پولی به یامان بده و یامان هم که اصلا بچه‌ای نبود که بخواد پول بگیره، ولی چون داداش کوچیکش یا همون دوست کوچیکشون توی خونه به اسم امود فلج بود و نیاز بود که $1000 داشته باشن تا بتونه این بچه رو درمان کنن و ببرنش پیش یه دکتر خارجی، میگه که من $1000 میخوام و نسلیهان بهش $1000 میده و یامان هم دست از پا نمیشناسه چون تو عمرش اصلا $1000 از نزدیک ندیده و تمام کاری که میکرده جمع‌آوری بازیافت بوده و خوشحال میره پیش دوستاشو میگه که من این $1000 رو به دست آوردم، حالا دیگه میتونیم اموت رو سرپا کنیم و میتونیم یه کاری کنیم که اموت راه بره و درمان بشه. و از قضا این خانواده سویسالان هم صاحب بیمارستان هستن. نسلیهان خودش دکتر و پدرش صاحب بیمارستانه و شوهرش هم توی بخش مالی و مدیریت بیمارستان فعالیت میکنه که ایشون هستش، سرهان سویسالان. اون روز که میخوان اموت رو ببرن بیمارستان سویسالان برای درمان، سرهان اجازه ورودشون رو نمیده و میگه شما بچهای خیابونید، برید رد کارتون، تا همین الان هم کلی از زن من اخاذی کردید و من نمیذارم که تو بیمارستان ما درمان شید. و بعدش آلازم که اون شب که مست بود میفهمه یامان اومده یه دونه زده زیر گوشش و انداختادش تو ماشین، میره خونه یامان اینا که یامانو بزنه، ولی چون یامان اون روز خونه نبوده جسور رو گیر میارن که دوست یامانه و جسور کتک میخوره و یامان این قضیه رو میفهمه و میره خونه سویسالانه که انتقام کتک خوردن جسور رو از آلاز بگیره. قایمکی وارد خونهشون میشه و شروع میکنه به کتک زدن آلاز. این دقیقاً شب تولد بچه گم شده خانواده یعنی علی سویسالان هستش که یامان وارد خونه میشه و موقع رفتن از خونه چشش میخوره به عکسی که توی اتاق علیه که اون اتاق از بچگی تا الان هیچ دستی بهش نخورده و میبینی که ای داد بیداد، این که منم، عکس من اینجا چی کار میکنه و میفهمه که ای وای من داداش اینام و من مال این خانوادم و کلا داستان برمیگرده. من خودم طرفدار این سریالم چون دنبالش کردم 12-13 قسمت، ولی خب دوست دارم سریال یه خورده برام چیز باشه، سردرگمی برام ایجاد کنه تا مثلا حداقل قسمت 6-7 یه سری چیزا معلوم نباشه. ولی خب این اونجوری نیستش دیگه. من خودم مثلا قسمت تهش دیگه تا 2-3 دیدم تقریبا دستم اومد همه چی. شاید همین باعث شد که فعلا ادامه سریالو دلم نخواد ببینم. خب بچه‌ها اینایی که دیدید کل این ویدیویی که الان براتون توضیح دادم همش قسمت اول بود و عملا فقط قسمت اولش اسپویل شد براتون، اونم فقط به خاطر اینکه بخوام واضح‌تر بهتون توضیح بدم مجبور شدم اسپویلش کنم. این سریال ریتینگ خوبی داره، هرچند که الان تو بخش AB و ABC خورده افت ریتینگ داشته، ولی تو قسمت توتال توی روز سه‌شنبه هایی که پخش میشه ریتش از همه بالاتره. ریتینگ حدود 5-6 داره و ریت بدی نیست. سریال روندش خوبه، خوب داره پیش میره اگه گند نزنن توش و امیدوارم که واقعا همینجوری بمونه. و اینکه من بعضی اوقات دوست دارم یه سری سریالا تو اوج خدافظی کنن و انقدر کش پیدا نکنن که بخواد ایننده رو خسته بکنه. بهتر که یه سریال وقتی که جذابه تموم بشه و با اون حال جذاب توی خاطرات ما بمونه. بله، من تنها اسپویل دیگه‌ای که میتونم بهتون بکنم اینی که توی قسمت 3 همه چی رو میشه راجع به اینکه یامان پسر خانواده سویسالانه و اصلا بد به دلتون راه ندید. این سریال روده دراز نیست تا جایی که من دیدم و همین دیگه. اگه شما دنبالش دارید میکنید لطفاً تا هر قسمتی که دیدید نظرتون رو راجع بهش تو کامنت ها بنویسید. اگر هم دنبالش نمی کنید و الان این اولین ویدیویی که راجع بهش میبینید نظرتون رو راجع به این خلاصه‌ای که براتون گذاشتم تو کامنت ها برام بنویسید. خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو بخونم و حتما بهم بگید که سریال بعدی چی باشه، کدوم باشه، از کجا باشه و از این حرفا.
اگه این ویدیو براتون جذاب بود و دوست دارید مثل این ویدیو رو ببینید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و حتما کانال موژ رو سابسکرایب کنید. Hepinizi çok seviyorum. تو ویدیو بعدی میبینمتون. Görüşmek üzere.